درود بر شما. عرض سلام خدمت همگی. امروز من افتخار این دارم شما رو اینجا خدمت کنم. چند نفر از شما دو هفته پیش تو این سالن با من بودید؟ خانم اکثرا بودید. خب خدا رو شکر. خب اگر خاطرتون باشه من هفته پیش که نه، سری قبل که اینجا در خدمتتون بودم در رابطه با شناخت خدا با شما صحبت کردم و بهتون قول دادم که دفعه بعد من در رابطه با خصوصیات کسی که خدا رو میشناسه با شما صحبت خواهم کرد. کسی که داره با خدا راه میره. و گفتم که این سری یه چالنجه، هر کس میتونه خودش رو آزمایش کنه، ببینه واقعا با خدا داره راه میره یا نه. و خب این موعظه ضبط میشه، من یه لیستی میدم اینجا، شما میتونید بعداً چک کنید خودتون رو. من یه خلاصه ای از موعظه قبلی به شما میگم برای رفرنس. ببینید در پیغام قبلی من گفتم فرق است بین دانستن و شناختن. برای شناختن خدا دانستن شرطه. خوبه ما نالج داشته باشیم، خیلی هم خوبه بریم حتی الهیات بخونیم، بیشتر خدا رو، کتابا رو بخونیم، راجع به خدا ببینیم چی نوشته، این خیلی خوبه، اما کافی نیست. اگه میخوایم خدا رو بشناسیم باید باهاش زندگی کنیم. برای همین خداوند ما در کتاب مقدس میگه حکیم به دانش خودش فخر نکنه، اگه میخواد فخر کنه به این فخر کنه که منو میشناسه. قشنگ فرق میذاره بین دانستن و شناختن. شما ببینید زوجین قبل اینکه با هم ازدواج کنن، خب یا قدیما که پدر و مادرها معرفی میکردن، الان حالا یا تو دانشگاه دوست میشن یا بیرون یا تو کلیسا. خب اینا وقتی که با هم ارتباط برقرار میکنن یه اطلاعاتی از هم دیگه به یکدیگر میدن. نمیدونم من فلان درس رو خوندم، فلان نمیدونم خانواده‌ام اینقدره، چند نفر، این یه اطلاعات جزئی به هم دیگه. بعد اینا راجع به هم دیگه یه چیزی دانش به دست میارن. اما وقتی که این زوج میرن زیر یک سقف با هم زندگی میکنن، اونجا شناخت ایجاد میشه. من فکر کنم زوجین قدیمی اینا تایید کنن. پس با خدا باید زندگی کرد تا او رو شناخت. کتاب مقدس از همون ابتدا به ما کمک میکنه که راجع به خدا بدونیم، خیلی خوبه. اما جالبه انتهای کتاب مقدس در آخرین بخشش خدا میگه خیلی خوب، راجع من دانستی، حالا بذار من بیام تو زندگیت، تو بیا تو زندگی من، قلبتو باز کن، من بیام تا همدیگه رو بشناسیم. پس ما تشویق میکنیم انجیل رو مطالعه کنید تا دانش به دست بیارید، اما اگه میخواید خدا رو ملاقات کنید باید با خدا زندگی کنید. و توی کتاب مقدس اشاره کردم هفته پیش، مکاشفه 3:20، وقتی که خداوند ما عیسی مسیح کارش رو روی صلیب تموم میکنه و بین خدا و انسان صلح ایجاد میکنه و اونجا میگه من پشت در قلب همه انسان‌ها ایستادم، در میزنم، اگر باز کنید من وارد میشم و من با شما و شما با من زندگی میکنیم. و اشاره کردم به 3 هدف اصلی از تجسم خدا، اگه یادتون باشه. هدف اول، خدا اومد انسان شد، جسم خاکی گرفت، همینجوری هم نیامد. من دو هفته پیش گفتم خدا بیش از 300 و خورده پیشگویی داد که در فلان جا، فلان تاریخ، در فلان خانواده، در فلان پادشاهی من خواهم آمد و فلان کارها رو خواهم کرد و همه رو به تحقق انجام میده و همه رو انجام داد و اومد روی زمین. وقتی که این روی صلیب مسیح برای ما اون گناه رو برداشت، دری باز شد که خدا بیاد با ما ارتباط برقرار کنه. و گفتم که در رابطه با این که خدا در این 3 هدف اصلیش این بود که خدا انسان شد تا شناخت تازه از خودش به ما بده،
تا پایان بده به تمام این مذاهب دروغین، کسانی که اومدن انسانها رو فریب دادن و اومدن شناخت غلطی از خدا به انسان دادن. این بزرگترین کاری بود که خدا خواست برای ما انسانها انجام داد و اومد بگه من کی هستم. مکاشف یوحنا فصل 17 آیه 6 مسیح گفت اسم تو را، اسم خدا را به مردمانی که در این جهان هستن من ظاهر ساختم. نمیگه شناسوندم. همه اومدن گفتن خدا رو به ما گفتن بروید به سوی خدا، اما خدا اومد به سوی ما 2000 سال پیش و مسیح علنا برگشت گفت هر کس منو دیده خدا رو دیده. این خلاصه بود از پیغام دو هفته قبل من. اما امروز میخوایم به چالش بکشیم خودمون رو، ببینیم آیا ما این خدا رو میشناسیم، با این خدا داریم زندگی میکنیم یا نه. نشانه اول کسی که داره با خدا راه میره، خدا رو میشناسه، این شخص از خدا مولود شده. حالا براتون توضیح میدم. تولد تازه داره. و ببینید چرا میگم تولد تازه. انسان از 3 بود تشکیل شده: جسم، روح و نفس، فکر و اراده و احساسات. وقتی که گناه میاد بین انسان و خدا حائل میشه، رابطه اونجا قطع میشه، رابطه روحانی با خدا قطع میشه. خدا قدوس نمیتونه با انسان گناهکار رابطه داشته باشه و اونجا وقتی که مسیح روی صلیب میاد این مانع رو بر میداره، اونجا دیگه دری باز میشه تا خدا بخواد خودش رو به ما مکشوف کنه و اولین کاری که انجام میشه اون تولد تازه است. خدا میاد در شما ساکن میشه و شما در خدا. منظور از ساکن شدن یعنی سکونت کردن، یعنی زندگی کردن. خدا میاد باهاتون زندگی میکنه. همه چیز از یه درخواست شروع میشه. تولد تازه. شما بدونید درخواست از کیه؟ همه میگن انسان درخواست کن از خدا. اما این درخواست از طرف خداست. خدا میاد دنبال انسان گم شده. حالا ما ایرانی‌ها میگیم طرف منت داره میکشه. خدا اومده منت کشی. خدا اومده دنبال انسان گناهکار چون دوستش داره. خدا میاد به سراغ انسان گم شده و خدا از انسان درخواست میکنه که بیا با من آشتی کن، قلبتو باز کن، بذار من داخل شم. من اون مانع رو برداشتم روی صلیب، اجازه بده من داخل شم. چون سری قبلم گفتم قلب شما تنها جاییه که هیچ کس اجازه نداره وارد شه، حتی خود خدا. پس روی صلیب مانع برداشته شد، خدا به دنیای ما اومد و دست آشتی به سوی تمام مردم دنیا دراز کرده. خدا میخواد با ما آشتی کنه و این معجزه تولد تازه وقتی که شما لبیک میگید، قلبتون رو باز میکنید، همونجا تولد تازه ایجاد میشه. خدا روح شما رو زنده میکنه. وقتی شما میپذیرید کار تمام شده صلیب رو، وقتی میپذیرید مسیح به جای شما کفاره داد و گناه رو برداشت، اونجا دیگه هیچ مانعی نیست. اونجا اگه اجازه بدید با خدا با همدیگه یکی میشید و خدا میاد خودش رو به شما ظاهر میکنه. و علائم تولد تازه چیه؟ شاید جالب باشه واسه این عزیزانی که جدید میان. علائمش اینه که شما یه طبیعت تازه پیدا میکنید. نگاهتون فرق میکنه، نگرشتون به زندگی تغییر میکنه. یه آرامش و سبک شدن از گناهانتون شما به دست میارید و روح القدس میاد در شما ساکن میشه و خداوندی عیسی مسیح برای شما مکشوف میشه، چون خداوندی عیسی مسیح مکاشفه است. پس شما میتونید امروز خودتون رو محک بزنید. آیا اون تولد تازه رو دارید؟ آیا خداوندی مسیح بر شما مکشوف شده؟ آیا اون بار گناهان سبکیشو حس میکنید؟ از رو دوشای شما برداشته شده؟ وقتی که تولد تازه پیدا میکنید، شروع میکنید یه رابطه دو طرفه با خدا. از خدا میشنوید. دیگه اونطور نیستش که روزی 17 دفعه بخواید به حضور خدا برید و یک طرفه با خدا صحبت کنید.
خدا با شما هم صحبت میکنه. اول یوحنا فصل 4 میگه آن کسی که اقرار میکنه عیسی پسر خداست، گفتم پسر خدا یعنی صورت خدا، خدای مجسم، جوهر ذات خدا. میگه اون که اعتراف میکنه عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. گفتم ساکن شدن یعنی زندگی کردن. پس نشانه اول اون تولد تازه است. کسی که میخواد ببینه داره با خدا راه میره، با خدا داره زندگی میکنه، پس ببینه آیا اون تولد تازه رو داره. و اصلا دیر نیست. کلام خدا میگه امروز روز نجاته. هر کس بخواد تولد تازه رو پیدا کنه، این شما نیستید که میخواید. گفتم خدا دست دراز کرده، دست آشتی، دست دوستی، خدا پا پیش گذاشته. خدا میگه تو قلبتو باز کن، من اون تولد تازه رو بهت میدم. و دومین نشانه چیه؟ کسی که داره با خدا راه میره، خدا رو میشناسه، از روح خدا هم هدایت میشه. کلام خدا میگه در رومیان 8:14 میگه همه کسانی که از روح خدا هدایت میشن آنها فرزندان خدا هستند. و من اینجا تو پرانتز باز کنم، عیسی مسیح تاکید داشت تولد تازه یه درست شما از خدا مولود میشید، تولدی از خدا پیدا میکنید. و مسیح خیلی تاکید داشت، گفتش که انسان از خواهش جسم تولد پیدا نمیکنه، بلکه از خواهش روح. یعنی این یک تولد روحانیه. و من یادم میاد میگم وقتی که به خداوند ایمان میاریم، خداوند هدایت میکنه ما رو. منتها اینجا هدایت دو طرفه بود، یه ایماندار رو هدایت کرد، از این برای من رو هدایت کرد. من این روز داشتم با ماشین، من راننده بلک کبم، تاکسی های لندن، یه روز داشتم از سیتی برمیگشتم، داشتم تو راه برگشت، یه دفعه خداوند بهم گفت نزدیک سوئیس کاتج، نمیدونم میشناسید یا نه، گفت بزن بغل. زدم بغل، اونجا وایسادم. گفتم برای چی من اینجا وایسادم؟ یه 5 دقیقه، چند دقیقه، یه 5-6 دقیقه وایسادم. گفتم آخه چیه؟ هیچ صدایی هم نبود دیگه، فقط گفت بزن بغل. بعد دیدم یه آقای اومد رد شد، یه انگلیسی، کت شلوار کروات و خیلی شیک و پیک. ایشون اومد دم شیشه من، گفتش که شما میدونه M1 کجاست؟ موتوروی M1 شروعش کجاست؟ سوال عجیبی بود. سوئیس کاتج. گفتم خب شما بس اینو میخوای با تاکسی بری یا با اتوبوس میخوای بری؟ فکر کردم تاکسی میخواد. گفت نه میخوام پیاده برم، دوست دارم پیاده برم. گفتم M1 دوره، یا با تاکسی بگیری یا با اتوبوس بری؟ گفت نه دوست دارم پیاده برم، شما به من بگو کجاست. گفتم این خیابونو تا آخرش میری فینچیلی رو، بعد میرسی به هندونوی تازه میافتی، یعنی اتوبان میمونه، بعد اون اینقدر میری تا میرسی به برنکراس، اونجا زیر پل میری، اونجا اموان شروع میشه. گفت خیلی ممنون. از من جدا شد رفت. من گفتم برای چی اینجا وایسادم؟ من دیدم این شخص داره میره، کفشاش دستشه، دیدم کت شلوار خیلی شیک و پیک، بعد دیدم پابرینه داره به زور راه میره، داره میره اونوری. با تاکسی رفتم جلوتر، گفتم همینه، من به خاطر این وایسادم. گفتم که میتونم من تا اونجا برسونمتون؟ من مسیرم اونوره. گفتش که نه خودم میرم. گفتم خب دارم من میرم دیگه، بیا برسونمت. گفت رو راست داشتم دعا میکردم، خدا من یکی از فرزنداتو برسون، منو تا اونجا برسونه، دیگه پاهام نمیکشه، من پول ندارم. و گفتم نه بیا بالا. اومد بالا، شروع کرد داستانش تعریف کردن. ایشون یه خادم برجسته بود که از منچستر می اومد و ایشون اومده بود رفته بود سیتی توی کنفرانس، اونجا کیفش و همه چیشو زده بودن بنده خدا، و انقدر هم کمرو بود که روش نمیشد به از کسی درخواست کنه. خلاصه من اینو سوارش کردم و یاد اون سامری نیکو میافتم که زده بودنش لط و پار تو خیابون افتاده بود توی جاده و هر کس اومد از بغلش رد شد، بهش بی‌اعتنایی کرد. یکی گفت میخوام برم کلیسا مثلا، یکی گفت دیرم شده، یکی گفت نه این نجس، خون اومده بزنم نجس میشم.
یکی گفت دردسر داره. تو ایران یادمه تصادف میکردن، مثلا یه آدم گوشه خیابون افتاده بود، همه میذاشتن در میرفتن، میگفتم اینو برسونه بیمارستان، خونش میفته گردن ما. من یه بار این کارو کردم، یه نفر افتاده بود ماشین زده بودتش، تو ایران بودم، بردم رسوندمش بیمارستان. این هنوز حالش خوب بود. گفت ببین من اونجا سوء استفاده نمیکنم، میگم تو نبودی. گفتم نه بابا چیکار دارم. بردمش بیمارستان، خلاصه بیمارستان ولم نمیکرد. گفت تو زدی؟ گفتم بابا من نزدم، اینا خودش سر حاله داره میگه، من فقط رسوندمش. ایشون هم همینطور برای من تعریف کرد، من بردم توی اینو جلالش به خدا برسه، چون خدا بهم گفت بزن بغل. بردم براش دمپایی راحت گرفتم، براش تیکت گرفتم و یه آذوقه گرفتم، یه مقدار پولم گذاشت، درسته مثل سامری نیکو، تشویق میکنم برید بخونید. یه مقدار پولم گذاشتم تو جیبش که تو راه اگه چیزی لازم داشت. و ایشون بردمش، چون آیدی هم نداشت، بردم گلزگیریم وایسادم، اتوبوسای کوچ اومد که بره منچستر. گفت آیدی، گفتم من این بلیطو گرفتم براش، سوار شد، از اتوبوس اومد پایین، منو بغل کرد. انگلیسی کسی رو بغل نمیکنه. و آدرس کلیساش داد، گفت یه روز بیا اونجا، من میخوام این شهادت بدم. میخوام بگم کسی که با خداوند راه میره، من اگه بخوام از هدایت روح خدا به شما بگم، من بعد تا صبح بیشتر اینجا براتون بگم. یه کتاب نوشتم اصلا انقدر پره. پس کسی که از روح خدا هدایت میشه، کسی که داره با خدا راه میره، اون تولد تازه رو داره. نشانه سوم چیه؟ این شخص در حال شبیه شدن به مسیحه. کسی که با خدا داره راه میره، دیدی زن و شوهرها اوایل خب از دو تا دنیای متفاوتن، اما آخرای خود سنشون میره بالا شکل هم میشن، رفتاراشون، کردارشون خیلی جالبه، یواش یواش شبیه هم میشن. با عیسی مسیح راه برید، یواش یواش شبیه مسیح میشید. تدریجی از جلال به جلال خدا شما رو عوض میکنه. اصلا خودتون تعجب میکنید، اولین کسی که بهش مکشوف میشه خودتونید. بعد یه مدت میرید جلو آینه وای میسید، به گذشته نگاه میکنید، میبینید من اون شخص سابق نیستم دیگه، کینه‌ای نیستم دیگه، حد دست کسی زود ناراحت نمیشم دیگه، حسادت ندارم، زود میبخشم. من چرا اینجوری شدم دیگه؟ اون آدم بددهن نیستم، عوض شدم من. و به آینده نگاه میکنه، میبینه نه هنوز کار داره، هنوز به شباهت مسیح در نیامده. چون ما اون دنیا هم شباهت مسیح، خب اونم یکی از خصلتاشه، خداوند قادر مطلقه، دانای مطلقه، حاضر مطلقه، شناختش هم، شبیه شدن هم به اون مطلقه. یعنی اون دنیا هم یکی از زیبایی اینه که هر روز به مسیح ما شبیه تر میشیم. پس ستون سوم اینه که من 3 تا ستون گفتم به شما، بعد میرم روی ثمرات. این شخص داره هر روز به مسیح شبیه تر میشه، خودش اینو متوجه میشه، دیگران متوجه میشن، حتی دیگران، همسرش، دوستان نزدیکش، همه میان میگن تو چرا اینجوری شدی، تو عوض شدی، اصلا تو اون شخص سابق نیستی. این نشانه بعدی هستش که کسی که داره با خدا راه میره، کسی که تولد تازه داره، کسی که خدا رو میشناسه. و در این نشانه سوم من باید اشاره کنم به هدف سوم. من یه بارم باید موعظه کنم در رابطه با هدف دوم، که خدا میاد انسان میشه، میره روی صلیب. و اونو توضیح دادم هر 2 هفته پیش که مگه میشه خدا برای عزیزانی که امروز جدید اومدن میگم. اینو من هفته پیش گفتم، یه عده متوجه شدن. مامان من که اصلا سواد نداشت، خیلی هم پیر بود، مامان من اینو فهمید. بهش گفتم مامانم هم گفت وقتی خدا رفت روی صلیب، وقتی که 3 روز توی قبر بود، آیا خدا دیگه دنیا رو کی کنترل میکرد؟ گفتم مامان خدا خب همه جا حضور داره یا نه؟ گفت آره. گفتم خدا الان تو ایران هست یا نه؟ اومده بود اینجا دعوتنامه داده بود. گفت آره. گفتم اینجا هم هست یا نه؟ گفت آره. گفتم آسمون، زیر زمین، میگه همه جا حضور خدا هست. گفت آره. گفتم حالا خدا قول داده اینجا جسم انسانی به خودش میگیره، حالا اینجا انسان شد جای دیگه نیست؟ گفت چرا نیست؟ هست مادر جون. گفتم پس خدا اینجا مجسم شد و برای من و تو رفت روی صلیب و آشتی داد ما رو با خودش. اینو من برای عزیزان گفتم که امروز دیدم عده زیادی دست بلند کردن، جدید میان، فردا سوال نشه براشون.
و این هدف دومه که من اینو بس کاملا توضیح بدم، یه موعظه میخواد خودش. اما من میخوام جمع کنم به هدف سوم که خدا هدف از این که انسان بشه بیاد روی زمین این بود که از خودش یک انسان کامل، یک نمونه کامل به ما بده، بگه اون کسی که من آفریدم اینه، شبیه این بشید، او رو الگو قرار بدید، از او پیروی کنید. اگر من بخوام، خداوند بخواد فرق کنه، بگه که انسان‌ها رو خلق، آیا انسان‌ها اینن که ما داریم می‌بینیم؟ اخبار رو باز کنید، همه با هم دشمنن، همه به ضد هم ایستادن. آیا آدم شک نمی‌کنه به خلقت خدا؟ خدا این چی آفریدی؟ خداوند تو که پیشدانی، کلامتون که از ابتدا انتها رو دیدی، این چه انسانیه؟ اینطور افتادن جون هم دیگه. خدا اگه بخواد فرق کنه، عیسی مسیح رو نشون میده، میگه این کسی بود که من خواستم خلق کنم و همتون شبیه این شید، هدف من اینه. و میاد این هدف از اول دوباره میگیره. پس هدف سوم خدا از خلقت این بود که ما شبیه یه الگویی به ما بده از انسان کامل، که ما این الگو رو نمونه بدیم و شبیه او بشیم. یه شاگرد داشتم گفتش که من خیلی دوست دارم شبیه عیسی مسیح بشم. گفتم برو این 4 تا انجیل رو بردار، هر کاری که عیسی مسیح انجام داد تو هم برو انجام بده. گفت به همین سادگی؟ گفتم آره به همین سادگی، برو در بیار دیگه. خیلی ساده است. البته خداوند کمک میکنه. و رومیان فصل 8 این حرف منو تصدیق میکنه، مهرش میکنه، میگه زیرا آنانی که از قبل شناخت، یعنی از همون ابتدا که خدا خواست انسان رو خلق کنه، ایشان رو از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش، به این خدایی که از ابتدا انتها رو دید، خدا همون روز اول میگه معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، یعنی به شباهت پسرش در بیان. یعنی کی؟ همون صورت خدا روی زمین، تا او نخستاده، نمونه، الگو از بقیه برادران باشد، یعنی بقیه ما باشه. اونو نگاه کنیم، به سوی پیشوا کننده خود نگاه کنیم بریم. خب من 3 تا اصلی رو گفتم، حالا میخوام خیلی سریع به ثمرات اشاره کنم. کسی که داره با خدا من راه میره، خدا رو میشناسه. موعظه هفته قبل من کی گوش داد؟ هفته پیش بود دیگه. بله. گفتم عیسی مسیح اومد روی زمین و بزرگترین خدمت و محبت به ما انسان ها کرد. تمام احکامو آورد به یک کلمه خلاصه کرد: محبت. که همدیگر رو محبت کنید. حالا اگه کسی میخواد راجع به محبت بیشتر بدونه، میتونه موعظه قبلی رو بره گوش کنه. پس کسی که داره با خدا راه میره محبت داره. اونم نه از محبتی که دنیا میگه. دنیا محبت میکنه، میگه گناه داره، ثواب داره، نمیدونم صدقه بدم، نذری بدم، بیچاره است، دلم سوخت واسش، مامانم سفارش کرده، نمیدونم ملزم میشه، اگه نکنم خدا منو میبره جهنم. من راجع به این محبت صحبت نمیکنم. هفته پیشم گفتم محبت آکاپه. اگر کسی میخواد خودش رو تست کنه واقعا داره با خدا راه میره، این شخص محبت بدون چونه چرا، بی قید و شرط، که اسمش محبت آکاپه است، انجام میده. محبت میکنه چون ذاتش محبت، چون از خدا مولود شده، مثل خدا محبت میکنه. خدا نیومد ما رو بخواد محبت کنه روی زمین بیاد بگه اول برو خودتو درست کن، برو اخلاقتو درست کن، بعد نمیدونم اینجوری کن، کینه‌تو بذار کنار. خدا همونجوری ما رو در آغوش گرفت، همونجوری. اگر کسی هم امروز به مسیح ایمان میاره، این نیستش که خدا توقع نداره که همه امروز کینه، خشم، دشمنی، فلان فلان همین یه دفعه بره کنار. خدا میاد اون گناه اصلی رو از شما برمی‌داره، اون گناهی که مانع شده، به شما تولد تازه میده و اون چیزا روی شخصیت شماست. بعد روح القدس شروع میکنه رو شما کار کردن. یواش یواش همون که گفتم در آینه نگاه میکنه در حال تبدیل شدن. آمین. پس محبت یکی از نشانه‌ها، از ثمرات کسی که با خدا داره راه میره. کسی که با خدا راه میره احکامش رو نگه میداره. احکامش چی بود؟ کیا هفته پیش بودن؟ محبت. خدا میگه برید محبت کنید.
به من نگید خدا کجاست برم محبتش کنم. من خدا رو دارم محبت میکنم. نه، خدا رو کی میتونه محبت کنه؟ اما خدا میگه انسانی رو که به شباهت خودم خلق کردم اونو محبت کنی، منو محبت کردی. این میشه نگه داشتن احکام. اول یوحنا 2:3 میگه که از این میدانیم که او را میشناسیم، که اگر احکام او را نگاه داریم. آمین. سوم، اشتیاق برای کلام خدا داره. شما وقتی حالا کلام خدا رو گوش میکنید، عده‌ای میخوابن، عده‌ای چرت میزنن، نمیدونم عده‌ای خمیازه میکشن، اما بعضیه که واقعا تولد تازه دارن، با خدا دارن راه میرن. اصلا یه نفر نمیدونم من اینجاست یا نه، امروز صبح به من زنگ زد، گفت با اشتیاق، اسمش هم محمود بود، گفت با اینجایی محمود، خدا برکت اینا شاهد گفت من اصلا با اشتیاق نمیدونم از هفته پیش دارم سبقت میگیرم که چجوری بیام برسم کلیسا، این هفته هم بخوام کلام خدا رو گوش کنم. کسی که با خدا داره راه میره کتاب مقدس رو میخوره. مثل ارمیا میگه کلام تو رو خوردم، ابتهاج دل من گردید و شادی درون من شد. اصلا کتاب مقدس رو این برادر ادوارد شبان ما نازی میگه بعضی وقتا میرم بالا سرش میبینم ساعتها یه فصل از کتاب مقدس همینجوری خیره شده داره میخونه، روش تعمق میکنه. بعد از 65 سال کتاب مقدس خوندم میگه طوری میخونه من فکر میکنم اولین بارش داره میخونه، چون این کتاب دریاست، هر روز میخونه یه مکاشفه به شما میده. پس کسی که واقعا عاشقه، با خدا داره راه میره، با اشتیاق کلام خدا رو گوش میده. یه برادر دیگه اینجا داریم کلام خدا رو میخونه، اینم شاهد اینجا. هفته اولش بود سل گروپ ما اومد، ایشون به سختی از راه جنگل و دریا با بدبختی رسیده اینجا. ایشون خداوند انقدر قلبش رو لمس کرده بود کتاب مقدسشو، میگه یه جا خوابیده بودیم 20-30 نفر از رو هم رد میشدیم. میگه من با بدبختی از رو اینا که رد نشن میرفتم یه جا پیدا کرده بودم یه گوشه یه سوسوی یه نوری میامد بیرون یه نیم متری، میرفتم اونجا وای میستادم، اونجا کلام خدا رو با اشتیاق میخوندم. برادر امروز بین ماست. آمین. شاهد نشسته. پس من خودم روزهای اول کتاب مقدس هایلایت میکردم، گفتم عجب این آیه قشنگی. بعد به انتها میرسیدم میامدم دوباره از اول میخوندم، گفتم ای بابا این آیه بالایش که خیلی قشنگتره، بیشتر داره با قلبم صحبت میکنه. دوباره میامدم از اول میخوندم، گفتم ای بابا این آیه سومی که نگو من دارم رشد میکنم و انقدر با اشتیاق میخونم خداوند چشمامو باز میکنه و میبینم نه، خداوند گفت بابا همش قشنگه، تو اون موقع نمیفهمیدی، تو ازش سرسری رد میشدی، اونو میفهمیدی، انقدر رشد کرده بودی. کلام خدا رو اینطوری میخوندیم و میخونیم. چهارم، نشانه چهارم، کی تایمو داره؟ چقدر زمان گذشته؟ میریم دیگه تا صدا میکنن دیگه ها. یه نفر تایمو نگه داره. یه ربع شده. اینجا الان مجلس خودمونیه، این سری من نشستم گفتم خیلی خودمونیم دیگه من سرپا نایستادم. چهارمین نشانه کسی که با خداوند داره راه میره فروتنیه، که یکی از میوه های روح القدسه. چرا میگم کسی که داره با خدا راه میره؟ قبلش گفتم شبیه خدا داره میشه، چون داره کسی رو پیروی میکنه که خدای فروتنیه. خداوند خودش خدای فروتنیه. خدا جلالش رو ترک کرد. ببین چقدر خوش فروتن کرد. تو فیلیپیان میگه فصل 2 میگه خدا پادشاهیش رو ترک کرد، جلالش رو ترک کرد، آسمان رو، فرشتگان رو، خودش رو خالی کرد. اونقدر خالی کرد میگه صورت غلام به خودش گرفت. اومد برای من، دیدی من شما به هم میگه غلامتم. آقا ما خالی میبندیم، خدا واقعا غلام ما شد. اومد پاهای ما رو شست. به نمایندگی همه ما شاگرداش نشون پاهاشون رو شست. اون موقع آب پیدا نمیشد، یعنی بعد میره 100 ساعت آب می آوردی، با صندل راه میرفتن، پاهاشون کثیف بود. من نمیدونم چقدر زمان کشید مسیح پاهای اینا رو بشوره.
مسیح اومد غلام ما شد. خودش گفت من اومدم شما رو خدمت کنم، نه اومدم شما منو خدمت کنید. من خادم شما هم. انقدر فروتن شد صورت غلام به خودش گرفت. تازه میگه تا اینجا بس نبود، میگه تا بالای صلیب به خاطر من شما رفت. صورت یه انسان تبهکار، گناهکار، تمام گناهان بشر رو به خودش گرفت و ملعون شد روی صلیب، ملعون شد. آخه چقدر فروتنی. و به خاطر من شما دفن شد و بعد از 3 روز قیام کرد. شما کیو میشناسید از این فروتن‌تر از خدای ما؟ شکر برای وجود عیسی مسیح. پس من و شما یه نمونه داریم که در اثر قدم‌هاش راه بریم و فروتنی رو ازش یاد بگیریم. ما خدا نکنه ما ایرانی‌ها مخصوصا بگیم بالای چش ابروه، از جایی که جایگاه برتره مثلا بیاد پایین‌تر. نمیدونم هیچ چی دیگه. خدا به دادمون برسه. چقدر ما واقعا نگاه کنید اطرافتون رو. این فروتنی از خداوند یاد بگیریم تا کجا فروتن شد. پس میریم سراغ بعدی. تایم شما داری ها؟ مرسی. از الان تایم بگیر. خب یه 2 ساعت بگیر از الان. یه نیم ساعت شد به من بگو. مرسی. مرسی. حالا بهم بگو دیگه. خب یه نشانه بعدی بخشیدنه. بخشش که ما ایرانی‌ها توش استادیم. همچین کینه به دل میگیریم. من یکی رو میشناسم سالهاست اصلا بخشش میگه که من تازه خودش با یه نفر مشکل داره، هیچی گفته خانواده‌مو بچه‌هامو ازدواجم کردی، جد در جدتون با این خانواده اصلا وصلت نکنید. این چه کینه ایه؟ هیچی هم نشده، راحت میتونه ببخشه. و کسی که میتونه ببخشه کسی که داره با خدا راه میره. ببینید عزیزان، من خودم هم مثال میزنم، گناه ما بالاتر از تمام اون کسایی بوده که گناه کردن به ما به خدا کردیم. خدا میگه وقتی که تو دشمن من بودی، وقتی جلوی چشمای من بت پرستی میکردی، خدای غیر رو، خداوند در کلامش میگه من انقدر عاشق انسانم اصلا طاقت نمیارم ببینم غیر از من کسی دیگر رو بپرسته. میگه اصلا طاقت ندارم. میگه همون جلوی چشمای من بت پرستی میکردی، میگه اون موقع من جانم رو برای تو دادم، من تو رو بخشیدم گناهات رو. آیا تو نمیتونی این خطای کوچیک برادرت رو ببخشی؟ پس کسی که میبخشه کسی که بخشیده شده. خودتون رو تست کنید. اگر نمیتونید کسی رو ببخشید تو زندگیتون، ببین من کسی بودم که واقعا زندگی ما رو کشیدن بالا تو ایران. یه 10,000 متر زمینم رو کشیدن بالا، کرج بهترین جا، سادگی من استفاده کردم. و زمانی هم که قبل ایماندار بودم خانوادگی اموالمون رو کشیدن بالا قبل اینکه پدرم فوت کنه. من میگفتم تو من تا خوابم نمیبینم بخوام اینا رو ببخشم. به محض اینکه ایمان آوردم فهمیدم من چه آدم گناهکاری بودم، چقدر من به خدا نامردی کردم، خیانت کردم. خدا منو بخشید. من نتونم اینا رو ببخشم، بخشیدمشون، آزاد شدم. و بله بقیه‌شو سریع میرم، اگر موند میذارم پیغام بعدی. نیم ساعت شده تا الان. خب وقت داریم تا 40 دقیقه 45 دقیقه وقت داریم. کسی که با خدا داره راه میره میل به پاکی و دور ماندن از گناه داره، از گناه متنفر میشه. همین که تولد تازه پیدا میکنه، همین که وارد زندگی کردن با خدا میشه، دیگه متنفر میشه از گناه، چندشش میشه. نه اینکه بدش بیاد، با گناه دیگه بازی نمیکنه، ملزم میشه. ببینید من اون دفعه هم گفتم مسیحیان دوپایی تو لجن نمیپرن. ممکنه لجن روشون پاشیده شه و گناه لجن روشون پاشیده شه، مگه خواب و خوراک دارن؟ شب تا صبح دیگه اینا خواب ندارن. من یه بار این شهادت رو من بگم،
من یه بار به خداوند بزرگترین بدی کردم تو ایماندار بودم ها. ببینید بزرگترین پرستش، عبادت، احترام به خدا اینه که بهش اعتماد کنی و بزرگترین بی احترامی اینه که بهش اعتماد نکنی. خب من نوایمان بودم، هنوز رشد نکرده بودم در این قسمت. سر یه کاری به خدا من اعتماد نکردم، خودم رفتم کارش انجام دادم. یعنی به خدا مهلت دادم، دیدم نه، گفتم خدا من مهلت تموم شد دیگه، خب خدا من خودم دست به کار میشم. خودم اون کار انجام دادم. به محض اینکه این کار انجام دادم انگار تمام بدبختی‌های دنیا من رو سرم. چنان روح القدس منو ملزم کرد، شب و روز کارم شده بود گریه. و میرفتم رازگاهان به حضور خدا و میگفتم تا آخر عمرم میام به حضورت، میرم رو سجده، دیگه روم نمیشه به آسمان نگاه کنم و با تو دیگه صحبت نمی کنم، فقط خداوند از تو عذرخواهی میکنم. فقط همین. روم نمیشه با خدا صحبت کنم. پرستش نمی کردم، عشای ربانی نمی اومدم بگیرم. و یه روز که در این حالت بودم، خدا دید نه بابا من خیلی دیگه شورشو در آوردم، مثل که کتاب مقدس هنوز اونقدر عمیق نشدم. آره. بعد توی رازگاهانم وقتی که سرم گذاشتم روی سجده نبودم، رو زانو ها بودم، سرم پایین بود، هیچ وقت آسمون رو نگاه نمی کردم. مسیح اومد کنار من ایستاد، کنار من ظاهر شد و اولین بار بود مسیح اونجا منو دعوا کرد. گفت بلند شو، چه وضعی واسه خودت درست کردی؟ خون من هنوز داغه و گناهان بسیار رو میبخشه. بلند شو ادامه بده. بلند شو، این من نیستم. شیطان پاش گذاشت رو خرخره تو. اگر لجن بود پاشید، بلند شو توبه کن، ادامه بده. من اینو به ایماندارایی دارم میگم، اگر اشتباهی کردید، اگر زمین خوردید، اگر دیدید داره ادامه پیدا میکنه، بدونید شیطان پاش گذاشت رو خرخره‌تون، میگه شما دیگه لیاقت ندارید. این از خدا نیست، این الزام از شیطانه. اما نه، اگر به توبه شما رو کشوند، اون از خداونده. آمین. اشتیاق به دعا و طلبیدن روی خدا. اصلا صبح که بلند میشید مثل داوود، اول هم که تو رخت خواب هستید میگید چشماتون که باز میشه، داوود میگه از طلوع نور، میگه از این نور من سبقت میجوام. همین که میخواد باز شه، همون پلک میزنه، اینه میگه روی خدا رو میطلبه. خداوند تو همون رخت خواب قربونت برم، بابا سلام، صبح بخیر. ولی توی قبلا چیزی که ما بودیم برمی‌رفتی طهارت میگرفتی، روزه میگرفتی، خودت میشستی، غسل میگرفتی، چیکار میکردی تا بری تو عهد عتیق هم همینه، بس 7 خوان رستم رد میشدی تا برسی به قدسای خدا. اما الان کلام خدا میگه ما عاشقانه دوان میریم تو آغوش خدا، همون صبح که چشمامونو باز میکنیم. و میگه شب، میگه انقدر با عشق تو، به فکر تو، کلام میخونه به فکر تو، من چیز میکنم چشمام سوسو میزنه، خوابم میبره. این میشه کسی که داره با خدا راه میره، خدا رو میشناسه. در طوفان‌ها، سری میرم جلو، در طوفان‌ها ایمانش با ثباته. ما دنیای زندگی میکنیم که عزیزان، مسیح گفت سختی برای شما هست، مشکلات هست، این دنیا سقوط کرده و مسیح باز خواهد گشت. اگر ما اینجا هستیم به یک دلیله که برای مسیح بریم انسان‌ها رو شکار کنیم، وگرنه همون موقع ایمان می‌آوردیم، تبدیل می‌شدیم، به آسمون می‌رفتیم. پولس رسول میگه مرا زیستن مسیح، مردن نفع. من ایمان آوردم، نه اولی میرفتم قبرستونا، همش تو قبرستون بودم و خانمم بپرسید، فیلم برداری می‌کردن، ویدیو می‌ذاشتن، شبا می‌آمدم خدا من کی میام پیشت، منو میبر، خواهش می‌کنم. بعد خداوند یه بار بهم گفتش که بابا من اگه قرار بود این کارو کنم که یه چادر می‌زدم جلوی کلیسا، سریع هر کی ایمان می‌آوردمش آسمون. من با شما کار دارم، شما شاهدان من هستید، شما سخنگویان من هستید روی زمین، مردم به شما احتیاج دارن، برید پیغام منو به دنیا برسونید. در طوفان‌ها ایمانش با ثباته. اینا رو چرا گفتم؟ عزیزان توی این دنیا مشکل هست، برای ما هم سختی میاد، مشکلات میاد،
اما روی دوشای ما نیست، زیر پاهامونه. مشکلات میاد وقت همه چی وقت که خوبه نمیگیم هللویا. چه فایده؟ همسر شما کسی که دوستت داره تا وقتی که کار میکنی بگه دوستت دارم، عاشقت، همین که بیکار شدی، از کار افتادی، دیگه به درد نمیخوری، تو خونه افتادی، بعد ولت کنه بذاره بره؟ چه فایده وقتی همه چی خوبه شما بگید هللویا؟ میتونید مثل ایوب همه چی رو از دست دادید بگید در خاک و خاکستر توبه میکنم. تا الان گوشهام راجع به خدا شنیده بود، اما الان چشمانم خداوند میبینه، در خاک توبه میکنم. حالا بنده خدا چیزی هم به خدا نگفته بود، چند تا سوال کرده بود. پس کسی که با خدا داره راه میره، هر مشکلی که میاد میگه خداوند این به رابطه من و تو ربط نداره. خداوند این چیزی نمیتونه. در کلام خدا برید بخونید، در رومیان میگه نه این دنیا، نه دنیای آینده، نه چیزهای حال، نه مریضی، نه سختی، نه شمشیر، نه قحطی، نه مرگ، نه چیزهای آینده، هیچ چیز نمیتونه ما را از محبت مسیح جدا کنه. خب آیا این شعاره؟ میتونید اینو بگید؟ کسی که با خداوند راه میره اینه. مریضی، سختی، هر چی که میخواد بیاد، هیچ کس نمیتونه بین من و پدر آسمانی بیاد جدا کنه. هیچ کس نمیتونه. جالبه تو اونجا میگه که پدر میگه منم نمیکنم چون مسیح جانشو داد. میگه مسیح نمیکنه چون برای همین اومده بود. میگه روح القدس اصلا اومده در شما ساکن شده. اول سهم خدا رو میگه من نمیکنم، مسیح نمیکنه، روح القدس نمیکنه. بعد میگه حالا سهم ما چیه؟ میگیم خدا و ما هم میگیم نه فرشتگان، نه ابواب جهنمی، هیچ کس نمیتونه من از محبت رو جدا کنه. این کسی که داره با خدا راه میره. و نشانه بعدی، دل برای گمشدگان داره. اصلا راه میره دنبال، انگار صیاد ماهیه، راه میره چشش دنبال این و اونه. الان من چی بگم؟ به این طرف بذار من پیغامم برسونم، بذار بهش بگم اون چی که من چشیدم. این خیلی بی‌معرفتیه، خیلی نامردیه. شما این پادزهر رو خوردید خودتون. امکان نداره کسی که با مسیح داره راه میره، امکان نداره. به این نشانه ها رو من دارم خودتون تست میکنید. امکان نداره کسی داره با مسیح راه میره، خدا رو میشناسه، خدا رو چشیده، از بغل یه نفر بی‌اعتنا رد شه، به مامانش بشارت نده. این جام زهری که جام پادزهر رو خودش خورده، میگه به من چه؟ من که خوردم، مامانم بره جای دیگه، داداشم بره جای دیگه، خانواده‌ام بره جای دیگه، دوستم بره، من که هللویا، من نجات پیدا کردم. امکان نداره. این شخص صیاد جان هاست. اینجا نمونه خوبی بردار خسرو ما اثری که این مثال میزنیم هستن ایماندارای عزیز، همه مبشرن، صبح تا شب توی این خیابوناست. الان ندارم ما، الان جدیدا ما به هر کی بشارت میدیم میگه یه نفرم به من قبلا داده جلوی فلان جا، میگم ای بابا این بردار خسرو نذاش یه نفر اول ما بهش بشارت. آره. رومیان فصل 9 پولس میگه که در دل خود غم سنگین و اندوهی پایان ناپذیر دارم، چون آرزو می‌داشتم به خاطر قوم خود، خویشاوندانم که یهودی هستن، نجات پیدا کنم و خودم ملعون و از مسیح محروم بشم. ببینید پولس رسول الکی نبود. خدا میگه که او ظرف برگزیده منه. شخصی که با خدا داره راه میره قلب پدر رو میبینه که چقدر دلش میسوزه واسه مردم. پولس رسول اینجا میگه حاضرم ملعون بشم، نجاتم از دست بدم، اما قوم من نجات پیدا کنه. اما من آدم میشناسم ایماندار بود، حالا میگفت ایماندارم، 15 سال بود به مامانش بشارت نداده بود. میشه همچین چیزی؟ خودتون رو تست کنید. کسی که ایمان داره قلب پدر رو میبینه و در پی صلح دادن با مردمه. چرا مسیح میگه من هر کس میخواد منو پیروی کنه صلیب رو برداره دنبال من بیاد؟ صلیب رو برداره کجا بره؟ منظور از مسیح روی صلیب چی کار کرد؟ ما رو با خدا آشتی داد. صلیب 2 تا
عمودی افقی داره. ما رو با خدا آشتی داد و ما رو با هم دیگه. میگه صلیبو بردار دنبال من بیا، برو مردم آشتی بده با من. میگه تو برو مردم با من آشتی بده. خدا داره التماس میکنه به مردم، پشت در قلب مردم ایستاده، باز کنید. ما فقط چیکار میکنیم؟ مردم میبریم پشت در قلب، مسیح میبریم پشت در قلب مردم و بهش میگی باز کن برای این عاشق. و بعدی با ما کاری نداره، مثل اینکه اونجا رأی گیریه. بریم جلو، اینم خودتون بگم. روحیه خدمت داره. به محض اینکه مسیح ایمان میاره، شروع میکنه با خدا راه رفتن، عاشق خدمته. من دیدم کسی که تولد تازه پیدا میکنه سریع میگم برادر محمود به ما خدمت بده، ما هم تو مددکاریم، سریع همون تنور داغه نون میچسبونیم. پس این شخص عاشق خدمت کردنه، عاشق این مردم خدمت کنه. و نشانه بعدی اینه که صدای خدا رو تشخیص میده بقیه صداها. در پیغام قبلی من گفتم بهتون اون داستان بره و شبان یادتونه؟ این برای عزیزان جدید میگم. بره و شبان، یه دوستی با دوستانش میره راه مزرعه، بعد اونجا بره ها همه داشتن تو چراگاه بودن، دوستاش از صاحب از شبانه تقلید میکنن، صداها در میارن مثل خودش که بره ها بیان، هیچ کی نمیاد، هیچ کدوم. کلیپ رو من خودم دیدم. تا اون شبانش یه بار صدا میکنه، بره ها همه بوده میان پیشش. کسی که داره با خدا راه میره صدای شبانه میشناسه. این نشانه بعدیه. و کسی که داره با خدا راه میره، کسی که نجات پیدا کرده، آرامشی داره که اون آرامش رو دنیا بهش نمیتونه بده. من دیدم کسانی که تولد تازه پیدا میکنن میگن دارم پرواز میکنم، من قد سبک شدم، یه آرامی دارم. یعنی در اون وادی سایه موت، مثل داوود میگه در اون دره خودش رو جای بره میذاره، مزمور 23 میگه در اون وادی سایه موت وقتی دارم میرم از بدی نمیترسم، چون خدای من با منه. یه آرامشی داره که دنیا بهش نمیتونه بده. و این بعدی رو بگم، شکرگزاری. در هر حال شکرگزاره، در هر شرایطی. بله خدا براش جواب دعاست، نهش هم جواب دعاست، سکوت خدا هم جواب دعاست، چون به خدا اعتماد داره. اگه بله چیزی دعا میکنه جواب نمیگیره، میگه خدای شکرت، حتما تو صلاح ندیدی. باور کنید چند وقت بعد متوجه میشه، میگه ای خدا رو شکر نشد. بعضی وقتا سکوت میکنه خداوند، میگه چیز بهتری برات دارم، بعداً بهت میده. بعضی وقتا هم میگه بله پسرم بهت میدم، دخترم مال تو. کی میدونه بزرگترین جواب دعا تو کتاب مقدس کدومه؟ 3 تا نه تو باغ جستیمانی. مسیح اینو خواست به من و شما یاد بده. 3 بار رفت به حضور پدر، گفت پدر رفتن روی صلیب رو، این جام رو، حالا مسیح پادشاهیش رو ترک کرده اومده بره روی صلیب، دقیقه 90 میگه پدر اینو میخواد به ما آفرین، اینو میخواد به ما یاد بده. میگه پدر این جام رو من بردار، من مصلوب نشم، اینا نجات پیدا نکنم، من دارم تفسیر میکنم. خب اما نه به خواهش من، به خواهش تو. پدرم گفت نه، من بر نمیدارم. اگه شما امروز اینجایید برای همون نهیه که خدا گفت. 3 تا نهی که خدا گفت، یادتون نره 3 تا نه بزرگ خداوند باعث نجات بشریت شد. همونجا 3 بار، اونجا 3 بار مسیح میره به حضور خداوند. بله، یه بار نه، 3 بار میره به حضور، 3 بارش هم خدا میگه نه. خب تا 3 نشه بازی نشه دیگه، ما ایرانی میگه. پس دیگه امین جان تموم شده و اونجا، یا من یه چند دقیقه دیگه برم، داره به جای حساس میرسه. قدم بعدی اینه که این شخص شاگرده، همیشه شاگرده، همش میخواد یاد بگیره. این شوقو داره. کسی که با خدا داره راه میره همش میگه خدا من یه خود بیشتر، یه خود بیشتر بهم یاد بده. ما کلام خدا میگه بسیار معلم نشوید،
شاگرد باشید. مثلا میگه برید دنیا رو شاگرد بسازید. چون نقطه سقوط یه ایماندار جاییه که دیگه میگه من همه چی رو میدونم. اونجا نقطه افتادنشه. ولی تا وقتی که شما شاگردید، معنی شاگرد یاد گرفتنه دیگه. دارید یاد میگیرید. خداوند میگه شاگرد باقی بمون. این یکی از نشانه‌های خیلی خوبه که شما دارید با مسیح راه میرید. هر جا بگید دیگه نمیخوام، یعنی مسیح دیگه به تو احتیاج ندارم، خودم همه چی رو میدونم. و میشه واقعا که انسان دوباره سقوط میکنه. و بعدیش وفاداری و ثابت قدمه. شخصی که با خدا داره راه میره، در همه حال، در دعا، در کلیسا، در رابطه با مسیحیان وفادار و ثابت قدمه. مسیح به 7 کلیسا در مکاشفه به 7تاشون هم یه جمله رو میگه اگر وفادار بمونید تا با آخر بمونید. اینو تکیه میکنه مسیح. اون 7 کلیسا نماینده تمام کلیسا روی زمینه. اگه تقسیم کنیم به اون 7 تقسیم میشه. پس وفاداری خیلی مهمه. حتی ببین انقدر مهمه که ما مسیح یاد بگیریم. مسیح ممکنه شما به من وفادار نشید، بیفتید، اما من هرگز به شما بی‌وفا نمیشم. من وفادار باقی میمونم. و قسمت بعدی امید. این شخص دائما امیدواره. امید یکم میوه‌های روح القدسی که در او میمانه و هیچ وقت ناامید نمیشه. من میگم خودم مثال میزنم که بگید، من ممکنه یه ایماندار امیدش اوایل ایمانش دست بده، اما خداوند سری میاد سراغش، سری میاد، چون اونجا جاییه که خدا دوست نداره. چون امید ما خداونده. کسی که با خدا راه میره هیچ وقت ناامید نمیشه و اگرم بشه زود بلند میشه، سری برمیگرده، سری خدا ملاقاتش میکنه. و من یادم سر یه جواب دعایی من خیلی دیگه ناامید شدم و اصلا بریده بودم دیگه. وقتی هم اینم بدونید وقتی کسی ناامید میشه میباره، گوشاش بسته است، خدا هم میخواد صحبت کنه نمیشنوه. چون خدا موقعی صحبت میکنه باشه که شما اجازه میدید، موانع رو برداشتید. من نمیخواستم بشنوم که بگه نه برای اون چیزی که میخواستم. و شب خوابیده بودم پر از ناامیدی. این دختر کوچیکه من امروز 18 سالش شده، تولدشه. دختر کوچیکه من همون هدیه خداست، نبوت خداونده. ما یکی اون نبوت کرد که دختر بهت میدم. یعنی گفت خانومت بارداره و هفته 2 ماه بعد شما چیز میشید، باردار میشید و خداوند یه دختر به شما میده. در کمال تعجب ما استر رو خداوند به ما هدیه داد. و استر دیدم اومد تو خواب اومد سراغم. دیدم بغل تخت من ایستاد، کتاب مقدس رو باز کرد. حالا اینجا به دنیا اومده انگلیسی بلد نیست، فارسی بلد نیست. از رومیان 15-13 برای من خوند. گفت اینک خدای امید تو را از کمال شادی و آرامش در ایمان پر بسازد تا با قدرت روح القدس سرشار از امید باشی. کتابو بس و خداوند گفت هیچ وقت امیدت از دست نده. و گذاشت رفت. من از خواب بیدار شدم، همین برادر عبدالرزاق که چند دقیقه پیش صحبتش کردم، دیدم یه تکست بهم داد. تکست رو باز کردم دیدم همین آیه است. خداوند دوست داره که ما همیشه امیدوار باشیم. هر جایی که امیدمون کم میشه بری رو زانوها بگید امید منو تقویت کن خداوند نسبت به این موضوع. و در آخر تموم شد موعظه‌ام. خیلی جالبه. آخریش که خیلی مهمه اعتماد کردن و تسلیم شدنه. کسی که با خدا راه میره به خداوند اعتماد میکنه و همه زندگیش رو تسلیم خداوند میکنه. هر روز صبح خودش رو روی مذبح میذاره، میگه خداوند خودم، خانوادم، زندگیم، امروزم همه رو به تو تسلیم میکنم خداوند. دعاش برمیگرده دیگه، نمیگه خداوند برای من این کارو بکن، میگه خداوند من برای تو چی کار کنم. و روزش رو خودش رو کامل تسلیم خداوند میکنه. و این شخصی که به خدا اعتماد داره در همه شرایط. آیا شما میتونید به خدا اعتماد کنید؟ من جلوتر گفتم بزرگترین احترام، پرستش، حرمت به خداوند اعتماد کردنه و برعکسش. میخواید به خداوند بی حرمتی کنید، بهش اعتماد نکنید.
من پیغامم تموم شد و خیلی خوشحالم که امروز تونستم از این پیغام با شما خدمت کنم.